همدان هم که تشریف داشتید و اون خانم نویسنده همدانی که براتون توضیح داد، آرامگاه بوعلی سینا رو هم همین آقای امیر هوشنگ سیهون طراحی کرده. یعنی شما الان همین نما و هم نمای آرامگاه بوعلی سینا از یک نفر هست به نام آقای امیر هوشنگ سیهون که استاد بزرگی است و ما در همین جا ازشون در حضور مهمانان عزیز یاد کردیم. سلامت باشید. آقای میرزا یوسف، ما یک شعر خدا گرام شما دکتر بخوانید. آرام گذر ای ره گذر، بر این مکان بغور نگر، ما می رویم نزد خدا، آرامگاه است جای ما. هزاران آدمان خوردند و رفتند، هزاران دیگر خوردند و رفتند، هزاران دیگر نخورده بردند، دیگرها از حسد مردند و آقای رفتند. امیری بیا. امیری بیا اینجا. دوباره اینو بخوان. آقای امیری بیا اینجا شعر رو بگی. من میخوام با زبان روسی برای روسابان ها چند روایت خیام خونم. بخوام. Ведь кто стар, кто молод, что не живут, в темноту одного за другим уведут. Жизнь дана не навек, когда нас уходили и за нами придут и уйдут. Нет, я в невежестве себя не обвиняю, столько тайный мир постиг недурным и людям объясняю. Думаю день и ночь уже многие года, только узнал, что я ничего не знаю. معنیش هم بخوان برای ما. دوباره همینه. رودکی شد زنده یکنون، رسیده اوج فردوسی بگردون، برای حافظ سعدی شیراز نموده تاجیکان آواز خود باز. احسن بو دیگه از خیام میگم. شعر تو بخون. نه اینا از گفت زنم با من خیام سخنهای تو ناتکرار است، جام خیردی تو جاویدان سرشار است. هر کس که نخورد جام تو مستی کرد، هر کس که بخورد عاقل و هوشیار است. ابریق می مرا شکستی ربی، بر من دری عیش را ببستی ربی. بر خاک برختی می گلگونم را، خاکم به دهن مگر تو مستی ربی. آفرین تو. گفتم که دیگر باده گلگون نخورم، می خونی رزان است دیگر خون نخورم. پیری خیردم گفت بجیز میگویی، گفتم که مزاح میکنم چون نخورم. اگه با ما میگم همین سیاوش کسرایی منعقد میداشه خوش ترجمه سیاوش کسرایی و یگانه کسی که قیاس کرد ربای خیام با غزل حافظ و با سعدی و در آخر به خلاصه آمد که خیام توانست در 4 مصرع خردکک یه مردم اینجا میده در 4 مصرع خرد تواند تمام افکار خودش طبیعت جای کرد. این سیاوش کسرایی ثابت کرد. و این خاطر میگم که او نه درباره تنها ما در عشق میگفت. عشقی که گفت من فکرم تو امروز یگان شاعری نگفته است. خورشید سپهر بی زوالی عشق است، مرغ چمنی خجستفالی عشق است. عشق نبود که همچو بلبل نالی، هرگه که بیمیری و ننالی عشق است. Руси ходи. Солнце пламенного небосклона – это любовь. Птица счастья среди чаши земной – это любовь. Нет, мой друг, любовь не рядяна, не стол соловья. Вот когда умираешь без стона – это любовь. گرمای بخوری ز عقل بیگانه مشو، مدهوش مباش جه را خانه مشو. خواهی که می لعل حلالت بادا، آزاری کسی مجوی دیوانه مشو. دوستان آفرین، یه دستی بخوام. من خاطر چقدر من